ایشون چه کاره؟ شاسته است، پسر شاه. شغلش چیه؟ هیچ. پسر شاهه. سابقه‌اش چیه؟ پسر شاهه. باباش این بوده، خب باشه. خودش چیه؟ اون پولی که اینا آوردن بیرون الان باید ایلان ماسک ها زیر دست این کار میکردن، نه این بره گدایی ملاقات با ایلان ماسک رو بکنه. یعنی آدمی با 65 سال سنش هنوز کار نکرده، هنوز درآمد نداشته، هنوز پولساز نشده، فقط تو قمارخونه‌ها پول خرج کن شده. یه سری هم اینقدر بی غیرت و بی شرف و که دنبال یه کسی راه افتادن که هیچ عرضه‌ای نداره، بعد التماس میکنن اینو بیاد یه کاری بهش بدید، اینو بیارید ببرید باهاش صحبت کنید. تا نتانیاهو دیروز گفت زن زندگی آزادی. آخه یه ایرانی که هوش و عقل داشته باشه که این جفنگیات رو قبول نمیکنه که شما 50,000 تا زن و کودک و پیر و جوون رو تو غزه کشتید فقط. بعد اینا فوری فکر کردن اربابش اومده میخواد یه کاری بکنه، من حاضرم رهبری رو به دست بگیرم. خب برو بگیر. چرا اینقدر خودتون رو حقیر و خوار میکنید؟ خب میرفتی وقتی که درس میخوندی، کار میکردی، تجربه پیدا میکردی. هر کی هم دور و برش جمع شدن لنگ خودشن. همه کودکان موسفید یه روزم در عمرشون کار نکردن، هیچ تجربه‌ای هم ندارن، فقط دهن گشاد هی بگو، همه چی رو تفسیر میکنه، از شیر مرغ تا جون آدمیزاد.